علی گریزی قراره که 25 بهمن بیاد تهران و من قراره که این کفش رو براش کاستوم کنم و بهش کادو بدم. خود رنگ سلاطین. اصلی ترین نگرانی من سر این بود که من هیچ پیش زمینه از نقاشی و اینجور چیزا متاسفانه نداشتم و به نظرم با حالی قضیه همینه که هیچ تجربه نداشته باشم و تجربه با شما اشتراک بذارم. میرسیم به مشکل هزینه که متاسفانه بودجه من در همین حد 300-400 تومن بود که تونستم سر این کفش هزینه کنم. خداییشم مو نمیزنه با کفش‌های اصلی. میزنه نمیزنه؟ جردن مناطق محروم. سیمبا مواد لازم آماده میکنیم. از اونجا که رنگ بنفش نداشتم با ترکیب رنگای رنگ بنفشی که تقریبا به تم علی میخورد و درست کردم و شروع کردم به رنگ زدن. بعد از رنگ کردن لایه اول یه همچین نتیجه ای داد. هنوز کلی کار مونده بود. هنوز باید 5-6 تا لایه کم کم رنگ میکردم. تازه 10% راه رفته بودم. به خاطر اینکه به کارم سرعت بدم با سشوار افتادم به جون کفش. رنگ نارنجی کفشم زدم و این شد نتیجه کار. خب آقا ما اون یکی کفش هم مثل این یکی کفش این بخشای بنفشش رو زدیم. حالا این کرکسیفیایی که اینجاست روش رنگ میاد. اینا حتما با یه دونه قلم این مدلی که نوکش خیلی ریزه اینا حتما باید درست بشه. ولی خب خدای رنگشو دوست دارم. رنگ بنفش خیلی ملوه. برو بریم برای رنگ نارنجی. Let's go. لوگو نایک هم به خاطر اینکه یه رنگ خونسا بگیره و با اون دوتا رنگ نارنجی و بنفش ست بشه خاکستری کردم. به نظر من از سفید خیلی بهتره. همخونی بهتری داره با رنگا. رنگای اصلی تموم شده بود و نوبتی هم باشه نوبت جزئیات میرسه. بعد از تایم طولانی حدود 5-6 ساعت این شد نتیجه کاملا نهایی که خدایی هم ازش راضی بودم. واسه اولین تجربه خیلی خوب بود. کفشو گذاشتم تو کارتون و آماده شد برای سفر. راه افتادم به سمت تهران و اونجا 2 تا از رفیقامو قبل از علی گریزی دیدم و تصمیم گرفتم که کفشو به اونا نشون بدم و نظر اونا هم بپرسم. یو ابوالفضل پشما عجب رنگی داره صافنا. اینو خودت کاستوم کردی کد 0 تا 100. چی میگم بهش این دیتیل چروکی حالا خطه در خیلی خوب در آوردی. سفیدا برق نایکی خفنه. نه هر چند قیمت خریدی 2 برابر شده ارزشش دیگه. خب الان داخل این کفشه که برای گریزی گیمینگ کاستوم کردی روش جلد داره. یا خود رو تم خودش هم کار کردی ها؟ چقدر وقت گذاشتی برای 7-8 ساعت تمرین. خوشگل شده. بچه‌ها کسایی که میخوان کفش کاستوم داشته باشن میتونن به آقای رسول درخشان بسپرن. همش دروغ. جدی الان از 1 تا 10 چند میدی؟ 8. کجاش به نظرت جاودار بهتر بود؟ اینجا شاید بهتر. 100% چون با غلطگیر زدم ریدم اون تیکه رو. خودم خیلی ناراحتم حقیقتا. بقیه‌اش خیلی قشنگ شد. خیلی من خیلی دوست داشتم. نوکرتم. بزن قدش. علی سورپرایز تو این چیه؟ کفشه. خب کفشه دیگه. کفشه ولی نه ناموسن کفشه. کفشه ولی تو چه چیز دیگه است. نه ولی موزه. کفشه تا کفشش اوکیه. چیه نوع کفشیه؟ به امیدوارم که نایکی باشه، نایکی جردن باشه. اون که هست ولی نه. یعنی چی؟ زدیکسه بودی الان. آقا من اومدم اینا سورپرایز کنم اصلا توقع نداشتم. بده تو چی واسه من گرفتی؟ خودم آوردم. اصلا مگه کفش گیره؟ این کاستوم شده است. آی ایرفورس بگید. آره ایرفورس حتما کم خریدم. اورج گرفته 100 تومن از اینا کرد آقا. 6 یورو پول کفش دادم. 6 یورو 400 تا. یعنی دیزاینیه من نمیتونم پام کنم. دکور خودم دیزاینش کردم ولی خب 6 یورو پول یعنی کفش. بگم میشه آدم پا کنه. اوکی 6 یورو رو میدی اینو بهت بدم. دیل باید بدی دیگه. هدیه خریده با خودت باشی. ایران مفتی بوس هم بهت نمیدم. البته من بهت میدم. 6 یورو 6000 تومان میشه. 240. اوه علی ریچ 360 تومن. بابا الان یه 10000 تومان کنار بیادی. پول نقد. بابا من بورام میخواستم 250. آقا چی داره ایسکا ایسکا بذار جیبت آقا بذار جیبت. بابا اینا به 10 بابا عجب
آوازش کنه. باز شود دیده شود بلکه پسر همه شما بچه ها میبینید. پلاستیک داره روش بعد رسیدم برمیاد. خود رنگ سلاتی. این بابا، دفعه نوزده. پاسدوم شده این آی 43 دیگه. 44 چه بزرگتر کفی مینداز حاجی امیدوارم که اندازه باشه. ولی حاجی خیلی نرمه. جدی دارم میگم. واقعا نرمه. همینه پوش برو آلمان. پول کفش دادم میخوای نرم نباشه من فکر کردم چیزه حاجی. 2 تا کفش خریدم براش آره دیگه 2 تا حساب میشه. بابا خیلی پس عالیه. نه جدی همش رنگاش ریخت بنی کلا نشون بده. اولین تجربه اسکوانک نقاشی اولین سورپرایز. البته نه اولین سورپرایز از فهمالا میگفتم. نه ولی جدی خود سورپرایز خود کاسون بود. آره شوخی میکنی. خدا بالا غلط کل فرآیند کاستومش هم ویدیو گرفتم بابا این ویدیو الان تو داخل ویدیو رسولی نمیخوای به ویوراش سلام کنی چی؟ آقا حتما کانال بچه رسول حساب بابا این خیلی زحمته. این چجوری؟ من فکر کردم یکی داد. نه من فکر کردم یکی اینو زده واسش. اینو سفید رو کاستومش کردم بعد خیلی عالیه. خیلی قشنگه. خیلی عالیه. وی نو میده بودا یا نه نه؟ جدی تو خدای هیچی واسه نه تو ماشینه. تو هیچی واسه نگرفتی. اون دوربینه. خدای ولی شما دوتا هیچی واسه نگرفتی. جدیده رو من برای ساعت خریدم. آره. همین 2 دقیقه پیش گرفتی. از اینجا گرفتی. آره از اونجا گرفتم. نه یه ولی جا نشون بده. جدی از اینجا جدی گرفتی. من نه آقا واقعا دمش گرم. رنگش هم رفت اشکال نداره. اینو خواهشم مستقیم من روزا دکور آره راست میگی. میذارم تو لیمیتد در کل که قابلت هم نه نه واقعا دمش چیکار میکنی؟ آقا داشت چیکار میکنی؟ بچه‌ها دیگه کادو واسن گرفتی. بله. الان من حسابش کنیم الان من حساب کنیم کجا میری؟ بیا بریم اونجا حساب کنیم. بیا تو. نه اونجا اینجا تخت داره بچه رو بیرون کن یا ما با علی یعقوب یعقوب بلد البته تو از آلمان رو دی جیکوب میکنه آقا لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره خیلی گرمه حتما لایک و سابسکرایب که خیلی هوا گرمه خیلی گرمه. چنل اینو فالو کنید بنی ریلو من فالو اسپانسر برنامه ریل چنل نداری میشه قطع کنیم من با علی کار دارم نه علی گریزی قراره چند روز دیگه بیاد ایران. برو عقب. کادو فعلا کادو خیلی زیومه. بیا علی گریزی قراره 25 بهمن بیاد ایران و من تصمیم گرفتم که اصلی ترین نگرانیم سر این بود که